دوستان عزیز سلام. در این ویدیو میخوام رمانی به نام پنجره نوشته فهیمه رحیمی که داستان هیجان انگیز و عاشقانه‌ای دارد و براتون روایت کنم. خب بریم سراغ رمان که از زبان دختری به نام میناست. با صدای آرام مادر که طنین سالهای خستگی است نام خود را میشنوم. از پله‌ها به زیر می آیم و چشمم بر توده اساس پیچیده ثابت می ماند. اساس در کارتون‌های جداگانه برای حمل آماده هستند. صدا در اتاق خالی می پیچد. همه چیز برای رفتن و نقل مکان آماده است. تا دقایقی دیگر باید از این خانه برویم. خانه ای که خاطرات کودکیم را در خود نهان دارد. با افسوس به این منظره نگاه می کنم و می گویم کجا رفتند آن روزهای خوب، روزهای سادگی و یکرنگی، کجا رفتند آن لبخندهای صمیمی و آن شیطنتهای کودکانه. آیا پس از من دختری شبها بر روی این بام بیدار نشسته ستاره ها را شماره خواهد کرد؟ آیا پس از من دختری برای کبوتر پیری که به انتظار دانه هر روز روی آنتن می نشیند دانه خواهد ریخت؟ آیا پس از من کسی برای گربه علیل همسایه دلسوزی خواهد کرد؟ اشکی که بر گونه هایم می غلتید پروای نهان شدن نداشت. مادر نگاهش را از صورتم گرفت و با حزنی سنگین سرش را به زیر انداخت. آنگاه با چشم به وارسی پرداخت تا مبادا چیزی را فراموش کرده باشد. سپس با گفتن حیف شد اتاق را ترک کرد. مسافت اتاق تا آشپزخانه را با گامهایم شماره کردم. تا آن وقت نمیدانستم چند قدم است. در آنجا هیچ نبود جز پوستر بیقاب چند میوه بر دیوار. با صدای یا الله چند مرد وارد حیاط می شوند و اساس پیچیده را یکی یکی از در خارج می کنند. مات و متحیر به این کار نگاه می کنم و آرزو می کنم معجزه ای رخ دهد. کار ادامه می یابد و من تنها نگاه می کنم. از خانه بیرون می آیم و سر کوچه به کامیونی بر می خورم که اساس را در خود جای می دهد. چشمم به پنجره اتاقم می افتد. پنجره‌ای رو به خیابان. نگاهم به جوی می افتد. آب اندکی جاری است. چراغ خیابان هنوز روشن مانده و نورش که روی شاخه های درخت توت می افتد بیرمق است. چه شبها که در زیر این لامپ درس خواندم و به آوای یک قوطی خالی غلطان جوی آب گوش سپردم. پنجره چوبی بیرنگم بسته بود و نرده موریانه خورده اش با من ودا می کرد. حس کردم آوای باد در لابلای شاخه ها سرود می خواند. 16 سال خاطره را پای پنجره دفن می کنم و به راهی می روم که نمی دانم کجاست. با سنگینی دستی بر شانه ام آخرین نگاهم را از پنجره می گیرم و به صورت خواهرم مرسده خیره می مانم. او لبخند بر لب دارد و می گوید میدانم دل کندن از این خانه مشکل است. من و تو و فریدون توی این خانه به دنیا آمدیم و در اینجا هم بزرگ شدیم. خانه جدیدمان هم بد نیست. پنجره آن هم به کوچه باز می شود. یک کوچه باریک و ساکت. تو از آن پنجره هم می توانی طلوع و غروب خورشید را نگاه کنی. بیا برویم. فریدون منتظر ماست. اتومبیل خودمان باید جلوی کامیون حرکت کند تا راه را نشان بدهد. آخرین کارتون هم توی کامیون گذاشته شد و بارها با طناب محکم بسته شدند. کارگرها سوار شدند اما راننده برای اطمینان یک بار دیگر طنابها را امتحان کرد و بعد سوار شد. همسایه ها برای بدرقه من سر کوچه جمع شده بودند. رفتگر پیر محله من هم چرخ دستیش را داخل کوچه هل داد و خودش را به ما رساند و پرسید می روید؟
پدر دستش را در دست گرفت و گفت بله دیگر وقت رفتن است. پیرمرد از روی تأسف سر تکان داد و گفت حیف شد، دلمان برایتان تنگ می شود. پدر تنها به یک لبخند اکتفا نکرد و گفت 30 سال تمام زحمت ما را کشیدی، کافی نیست؟ علی آقا دستکشش را درآورد و گفت شما قدیمی ترین خانواده این محل بودید. همه ما به شما عادت کرده بودیم. این بار مادر وارد صحبت شد و گفت برای ما هم دل کندن از این محل دشوار است، اما چاره ای نیست، باید رفت. امیدوارم تا اینجای داستان خوشتون اومده باشه. برای اینکه بریم ادامه داستان رو براتون بخونم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. ممنون از همراهیتون. دستها بود که در هم گره می‌خوردند و اشکها بود که بر گونه‌ها جاری می‌شدند و وداع را سخت‌تر و حزن انگیزتر می‌کردند. راننده بوق را به صدا درآورد و اعلان حرکت کرد. سوار شدیم و حرکت کردیم. با تکان دادن دست همسایه‌ها دور شدیم. خانه‌ها شکل تازه‌تری به خود گرفته بودند و مغازه‌ها را گویی برای اولین بار بود که می‌دیدم. شوق دوباره دیدن آنها مرا واداشت تا به پشت سر نگاه کنم. تنها علی آقا مانده بود که آشغال‌ها را در چرخ دستیش خالی می‌کرد. همگی تا زمانی که کاملاً از محله ما دور نشده بودیم ساکت بودیم. پشت چراغ قرمز ایستادیم. پدر گفت 30 سال چه زود گذشت. مادر نگاهش کرد و هیچ نگفت. اما پدر ادامه داد. وقتی پا به این محل گذاشتیم تنها 2 خانه ساخته شده بود. بقیه‌اش بیابان بود و جالیز. مادر گفت ما عمر و جوانیمان را برای آباد کردن این محل از دست دادیم. پدر گفت قسمت اینطور بود که ما 30 سال تمام یک جا زندگی کنیم، اما زیاد هم بد نبود. فراموش کردی که چه صفایی داشتیم؟ شبها وقتی دشتبان می آمد و می گفت امشب می توانید آب انبارتان را پر کنید، چه کیفی می کردیم؟ مادر با یادآوری آن زمان آهی کشید و گفت درست است، مثل این بود که خدا همه درهای رحمتش را باز می کرد. خواب از چشممان می پرید و به انتظار آب بیدار می نشستیم. خدا رحمت کند آقای محمودی را. استکان و فانوس می آورد و کنار جوی آب می نشست و هر چند دقیقه یک بار آب را امتحان می کرد. اگر آب صاف بود دریچه آب انبار را باز می کرد. اگر گل‌آلود بود می نشست تا آب صاف شود. پدر گفت صدای آبی که توی آب انبار می ریخت از هر نوایی خوشتر بود. مرسده گفت چقدر شما سختی کشیدید. مادر چند بار سر تکان داد و حرف او را تایید کرد. اما پدر گفت آن روزها هم برای خودش عالمی داشت. یادم میآید وقتی مهمان برایمان می رسید دشتبان یک سبد بادمجان و گوجه فرنگی می چید و پیشکش می کرد. تنگ غروب هم خیار می رسید. زندگی ساده و بی‌غل و غشی داشتیم، اما هرچه مردم متمدن‌تر شدند زندگی هم دشوارتر شد. با پیشرفت دنیا صفا و یکرنگی هم از میان رفت. حالا تنها خاطره آن روزها به یادگار مانده. ما پیر شدیم و دنیا جوان شده. از همسایه‌های قدیمی تنها ما مانده بودیم و خانواده محمودی. مادر جون بعد از فوت شوهرش دلش نیامد یادگار او را بفروشد. همانجا ماندگار شد و محمود و فریدون با هم بزرگ شدند. مادر گفت مادر جون تنها یک همسایه نبود. او از خواهر هم به من نزدیکتر بود. یادم میآید وقتی فریدون به دنیا آمد خواهرم آمد تا از من پرستاری کند، اما چون امکانات نبود دوام نیاورد. اما همین مادر جون با این که محمودش 2 ماهه بود آمد و گفت قصه نخور، خودم پرستاریت را می کنم،
تا موقعی بتوانی بلند شی و کارهایت را خودت انجام بدهی. او صبحها می آمد و نزدیک ظهر می رفت. خیلی در حق من خوبی کرد. تا عمر دارم خوبی های او را فراموش نمی کنم. پدر خندید و گفت برای دخترات بگو که چقدر به من غر زدی و بهانه گرفتی. مادر رنجید و پرسید من غر زدم؟ من که به خاطر تو تمام فامیلم را ترک کردم. آنها وقتی دیدند تو مرا به چه بیابان برهوتی آورده ای ایراد گرفتند. اما من گفتم هر جا که شوهرم بخواهد من راضیم و با این حرف پای آنها از خانه من بریده شد. پدر گفت شوخی کردم، عصبانی نشو. تو همیشه خوب بوده ای، در این که شکی نیست. آن روزها با درآمد کمی که داشتم مجبور بودم آن خانه را بخرم، چون هرچه بود از مستاجری و خانه بدوشی بهتر بود. به حمدالله با هم ساختیم و زندگی کردیم. حالا هم داریم نتیجه تحملمان را میبینیم. خانه بزرگی خریده ایم. پسر و دخترمان راهی هندوستان میشوند. دیگر چه میخواهیم؟ من که راضیم و خدا را شکر میکنم. مادر هم با گفتن الهی شکرت سکوت کرد. مرسده پرسید نمیشد خانه من را خراب کنیم و 2 مرتبه بسازیم؟ پدر از آینه نگاهی به او انداخت و گفت من خیال این کار را داشتم. سفر پیش که فریدون آمد و مطلع شد که خانواده دوستش میخواهند بار سفر ببندند و راهی خارج شوند، به دوستش گفت که اگر خیال فروش خانهشان را دارند ما خریداریم. این بود که تصمیم گرفتیم این خانه را بخریم. پا روی حق نگذاریم. خانه خوبی هم هست، هم بزرگ است و هم 2 طبقه. من توی خواب هم تصور نمی کردم که چنین خانه ای را با این شرایط بتوانم بخرم. محلش اعیان نشین است و جای دنج و آرامی است. تو که آنجا را دیده ای؟ مرسده گفت بله من دیدم و باید بگویم خیلی زیباست، اما مینا هنوز آنجا را ندیده. پدر گفت دیگر راهی نمانده. مینا هم از آنجا خوشش می آید. اتاق رو به کوچه را به تو و مینا دادم که دختر شاعرم بتواند طلوع و غروب خورشید را ببیند. کمی اگر صبر کند می بیند که چه جای خوب و باصفایی است. اتومبیل وارد خیابان پهنی شد. بدون اراده سرم را از پنجره ماشین بیرون کردم که باعث تعجب پدر شد و پرسید این چه کاری است؟ گفتم میخواهم بو کنم ببینم بوی محله من را میدهد یا نه. همه خندیدند و مرسده پرسید مگر محله بو دارد که میخواهی بفهمی؟ شرمگین سرم را زیر انداختم و سکوت کردم. کمی جلوتر اتومبیل مقابل خانه زیبایی ایستاد. فریدون آنجا ایستاده و چشم به راه ما بود. کامیون هم ایستاد. باور نمی کردم که این خانه زیبا متعلق به ما باشد. با باز شدن هر 2 لنگه در توانستم داخل حیاط را ببینم. 2 طرف حیاط باغچه بود و سنگ فرش. حیاط هم از تمیزی برق میزد. روی سردر حیاط 2 چراغ پای کوتاه سفید قرار داشت و کنار پیاده‌رو جلوی خانه هم باغچه بود که درون آن چند بید مجنون کاشته شده بود. وقتی خوب به اطراف نگاه کردم متوجه شدم که شبیه این باغچه در سر تا سر پیاده‌رو وجود دارد. خانه ها لوکس و مدرن بودند. با خود گفتم حق با پدر است. جای دنج و آرامی است، چون در این ساعت روز هم آبری دیده نمی شود. نمی دانستم نام کوچه باید بر آن می گذاشتم یا خیابان، چون به قدری وسیع بود که به راحتی 2 اتومبیل از کنار هم می گذشتند. از مرسده پرسیدم. او با خوشرویی گفت که خانه من در یک خیابان فرعی واقع شده. بنای خانه با 4 پله مرمری از کف حیاط جدا می شد که در کنار آخرین پله
از همان مرمر جاگلدانی زیبایی تراشیده بودند که گلهای رز کوتاهی در آن خودنمایی می‌کرد. وقتی وارد ساختمان شدم بیشتر تعجب کردم. کف سالن با پارکت فرش شده بود و یک دست مبل شیک با میز و صندلی ناهارخوری در آن به چشم می‌خورد. لوسترهای بلند با اشک‌های بسیار زیبایی سالن را چند برابر می‌کرد. در فرصتی که پیش آمد از فریدون پرسیدم اینها هم مال ماست؟ لبخندی زد و گفت هرچه می‌بینی مال ماست. خانه‌ها با هم قابل قیاس نبودند. سالن بزرگ بود و با پله‌های مارپیچ به طبقه دیگر متصل می‌شد. در سمت چپ سالن راهروی نسبتاً باریکی بود که در طرفین آن 2 اتاق روبروی هم قرار داشت و به آشپزخانه بزرگی منتهی می‌شد. هر اتاق حمام و دستشویی داشت. من محو تماشا بودم که فریدون با عصبانیت گفت فرصت کافی برای دیدن داری، بیا کمک کن. با مرسده آنچه مربوط به طبقه بالا بود بردیم. طبقه بالا هم مثل پایین بود، با این تفاوت که آشپزخانه به واسطه دکور از سالن جدا می شد. اتاق من و مرسده بزرگ بود و یک کمد دیواری همخوان با رنگ اتاق داشت. پیش از هر کاری به طرف پنجره دویدم و آن را باز کردم. پنجره ما به کوچه باریکی روبروی پنجره همسایه باز می شد. باد نیمی از پرده همسایه را به کوچه آورده بود و گلدانی پر از گل هم از پشت شیشه خودنمایی می کرد. حدس زدم اتاق دختر همسایه باشد. به مرسده گفتم چه خوب است اگر با دختر این اتاق آشنا شویم، چون با رفتن تو و فریدون واقعا من تنها میمانم. نگاه مرسده روی پنجره همسایه متوقف شد و گفت اگر حدس تو درست باشد و این اتاق متعلق به دختر همسایه باشد، مطمئنم که با نزدیکی این 2 پنجره به هم تو به زودی دوست پیدا می کنی. نگران نباش. کارگرها تخت خوابهایمان را بالا آوردند و با سلیقه مرسده هر کدام در جای خود قرار گرفت. اندوهی که تا ساعتی پیش در دل داشتم رخت بربست. جاذبه محیط و خانه جدید روحی تازه در کالبدم دمید. درست مثل تولدی دوباره. همه چیز نو جلوه می کرد. حتی اساس آشنای قدیمیمان. چیدن وسایل را به بعد موکول کردیم و برای کمک به مادر به پایین رفتیم. مادر خواست تا برای کارگران چای درست کنم. پیدا کردن سماور از میان کارتون‌ها دشوار نبود، زیرا مرسده با سلیقه خاصی روی تمام آنها را نوشته بود. هنگامی که سماور را یافتم به برق زدم و دیگر وسایل را نیز به راحتی دیدم و چای را آماده کردم. با ورود خانواده خاله‌ام کارها سرعت بیشتری به خود گرفت و مردها مخصوصاً فریدون با اشتیاقی بیشتر به کار پرداختند. شیده دختر خاله‌ام نامزد و همسر آینده فریدون بود. با ورود او فریدون خستگی را به کلی فراموش و با پشتکار بیشتری وسایل را جابجا کرد. تا پایان تحصیلات فریدون بیش از 2 سال باقی نمانده بود. او در دانشگاه دهلی جامعه شناسی می‌خواند. فریدون پس از گرفتن دیپلم و پایان خدمت سربازی در کنکور شرکت کرد و چون قبول نشد بخت خود را در هندوستان آزمود و خوشبختانه موفق شد. پیش از رفتن شیده را نامزد کرد تا پس از تحصیلاتش با هم ازدواج کنند. پدر مایل بود که او شیده را هم با خود ببرد، اما شیده مخالفت میکرد. میگفت برای فریدون دشوار خواهد بود که هم مسئولیت او را بپذیرد و هم به درس بپردازد. این بود که فریدون تنها عازم شد. چند روز دیگر هم مرسده برای شرکت در کنکور پزشکی با او به هندوستان می رود. تنها من می مانم و 2 سال تحصیل.
که بعد از اتمام آن من هم به مرسده ملحق می شوم. من از مرسده 2 سال کوچکتر هستم، اما از نظر قد و اندام درست همتراز او. شباهت فوق‌العاده ما به یکدیگر همیشه موجب شگفتی دیگران می شود، به طوری که اگر خال کنار لب من نباشد تشخیص ما از یکدیگر مشکل است. گاهی من و مرسده برای اینکه دوستانمان را به اشتباه بیاندازیم او خالی گوشه لبش می‌گذارد و با هم وارد جمع می‌شویم. وجود 2 مینا در یک زمان همه را به اشتباه می‌اندازد و غالباً مرسده مینا خطاب می‌شود. عموی بزرگم به علت کهولت بیش از دیگران اشتباه می‌کند و غالباً مرا هم مرسده خطاب می‌کند. از کودکی ما به 2 قلوها مشهور شدیم، در صورتی که چنین نبود. اگر شباهت ظاهر را کنار بگذاریم، فرق من و مرسده کاملا مشخص می شود. او دختری است مهربان و خونگرم و در برابر مشکلات مقاوم، اما من فکر می کنم که اینطور نباشم. وقتی آخرین جلد کتاب را در کتابخانه جا دادم، از شدت خستگی روی تخت افتادم و به مرسده گفتم من خوابم میاد و میلی به شام ندارم. به مادر بگو من غذا نمیخورم. مرسده بدون حرف اتاق را ترک کرد و پایین رفت. تمام اسباب خانه جاگیر شد و پرده های نو سالن را تزیین کرد. خانه دلنشین و باشکوهی شد و زندگی در مسیر عادی خود قرار گرفت. مانده بود پرده اتاق که مرسده پیشنهاد کرد به جای پرده از لردراپه‌ای به رنگ پاییز استفاده کنیم. پدر قبول کرد و فردای آن شب اتاقمان با لردراپه تکمیل شد. نشستم و به منظره پاییز لردراپه نگاه کردم و با صدای بلند گفتم باید پنجره را بست و چفتها را محکم کرد تا پاییز یاد عشق را به یغما نبرد. مرسده گفت خانم شاعر، اما من از پنجره روبرویی بیم دارم و میترسم خودت را به یغما ببرد. گفتم لحظه را دریاب و عشق را در مثنوی تجربه کن. روبروی من دیوار است و دیوار. بلند شد و گفت با این حال باید پنجره را محکم ببندم، مبادا عشق از پنجره روبرویی وارد شود. عصبانی شدم و گفتم آنگاه باید تنهایی را با آینه تقسیم کنم. اجازه نده گل رنگ پریده من مضحکه باغچه شود. گفت لوس نشو، باید تو را از هجوم طوفان مصون نگه دارم. گفتم تو که بروی من به چه دل خوش باشم. کتابی درآورد و به دستم داد و گفت با این. خندیدیم و همدیگر را در آغوش کشیدیم. گفتم از شوخی گذشته از رفتنت غمگینم. گفت تا چشم هم بگذاری زمان مثل باد میگذرد. من که برای همیشه نمی روم. عید و تابستان در کنار هم هستیم. گفتم ای کاش مرا هم با خودتان می بردید. گفت تو که نظر پدر را می دانی. تا دیپلم نگیری اجازه نداری کشور را ترک کنی. افسرده گفتم کو تا من دیپلم بگیرم. امسال تازه 5 را شروع می کنم. عمر نوح می خواهد تا این 2 سال تمام شود. با تمسخر گفت مگر هر چند سال می خواهی یک کلاس را بخوانی؟ نگاه هم به پنجره روبروی افتاد. گلهای گلدان عوض شده بود و من هنوز ساکن اتاق را ندیده بودم. گفتم چقدر کنجکاو شده‌ام که بدانم چه کسی توی آن اتاق زندگی می کند. گفت فرض کن دانستی چه تأثیری به حالت دارد. گفتم هیچ، فقط کنجکاو شده‌ام. کرکره را کاملا عقب کشید. او هم چشم به پنجره دوخت و گفت فراموش نکن که خانه همسایه ماست و ما به زودی با آنها رابطه برقرار می کنیم. کاری نکن که پشیمانی داشته باشد. شاید آنها هم مثل خانواده مادرجون مهربان و خونگرم باشند که امیدوارم باشند، چون با رفتن ما
مادر خیلی تنها می شود. تو هم که با باز شدن مدرسه سرت به درس و کتاب گرم می شود. پرسیدم منظورت از پشیمانی چه بود؟ نگاهی عمیق به من انداخت و گفت منظورم این است که ساکن این اتاق اگر به جای یک دختر یک مرد جوان بود نباید نزدیکی این دو پنجره حادثه ساز باشد. حالا منظورم را درک کردی؟ توی این محل تو تازه واردی و بیشک مورد توجه همسایه ها قرار می گیری. مثل گذشته باید با رفتار متین و موقر شخصیتت را حفظ کنی و احترام دیگران را جلب کنی. گفتم منظورت را درک کردم. نفس عمیقی کشید و گفت من نمیدانم که در آنجا دوستان جدید پیدا می کنم یا نه. گفتم فریدون ظرف 2 سالی که هندوستان بوده دوستانی پیدا کرده. تو هم با آنها آشنا می شوی و کم کم برای خودت دوست پیدا می کنی. غصه نخور. گفت دلم می خواهد هر روز نامه ای از تو داشته باشم. بیا قرار بگذاریم هر روز برای هم نامه بنویسیم. چطور است؟ گفتم دلم می خواهد قبول کنم اما می ترسم درسهایم نگذارند. کمی به فکر فرو رفت و گفت بسیار خوب. به جای هر روز در هفته 2 تا نامه می نویسم. این چطور است؟ گفتم خوب است. قبول می کنم. گفت یادت نرود همه چیز را باید مو به مو بنویسی. گفتم باشد. هرچه که به خاطرم بماند برایت می نویسم. چشمکی زد و گفت پنجره روبرو را هم فراموش نکن. گفتم طوری صحبت می کنی که می دانی چه کسی در آن اتاق زندگی می کند. کرکره را کشید و گفت حدس‌هایی زده‌ام اما مطمئن نیستم. با صدای مادر که ما را برای شام صدا می کرد هر دو از پله ها سرازیر شدیم. دوستان و همراهان عزیز ادامه این رمان رو توی ویدیوی بعدی ببینید. نظراتتون که خیلی برام با ارزشه توی کامنت ها بنویسید. برای دلگرمی و حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره.